سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو میخوایم بریم از 0 تا 100 ساخت این شلف های 6 ضلعی دکوری رو با هم ببینیم و از تا آخر ویدیو رو از دست نده. خب اینجا تخته های چوب رو با اندازه های دقیق 15 در 7 برش میزنیم که کاملا یک دست و دقیق تر بیاد. اگر هم به دکورای گیمینگ و برج‌های خلاقانه علاقه داری حتما کانال رو سابسکرایب کن، چون قراره با هم دیگه پروژه‌های خفن‌تری بسازیم. حالا بعد از اینکه اندازه مشخص شد با کاتر خط برش رو مشخص میکنم و بعد اینطوری لبه میز برشش رو انجام میدم. یه سنباده زبرم لبه های کار رو میزنم که قشنگ کار صاف و یک دست در بیاد که خروجی کار حرفه‌ای بشه. و حالا بعد اینکه تخت چوبا رو برش زدیم و سنباده زنیش انجام دادیم با نوار چسب به طور موقت به هم میچسبونیم تا شکلمون کامل و یک دست در بیاد. بعد چسب نهایی رو میزنیم. خب چسب 1 2 3 خیلی براش مناسب و جوابه. هر گوشه رو به این شکل چسب میزنیم و یعنی گوشه های کار رو ثابت میکنیم. خب حالا بعد اینکه شکل کامل 6 ضلعی در اومد، کامل لبه ها رو از داخل و بیرون چسب میزنیم. حالا چسب نواری های بیرونی هم میکنیم و لبه های بیرونی هم چسب میزنیم. خب حالا همه کاراش تموم شد و فقط یه رنگ حرفه‌ای میخواد. ازش یه عکس یادگاری میگیریم و میریم برای رنگ کاری. خب حالا اگه مثل من توی راهروی جایی میخواید رنگ کاریش انجام بدید حتما کاغذی چیزی زیرش بذارید که این موقع راهرو اینا رنگی نشه، که وگرنه کارمون ساخته است. خب حالا من یکی دیگه هم طبق همین که دیدین درست کردم، هیچ فرقی نداره و کلا من 2 تا 6 ضلعی درست کردم. شما میتونید تعداد بیشتر هم درست کنید. حالا اینجوری کنار هم میچسبونم و وصلش میکنم به دیوار. با یه 2 تا میخ ساده هم وصل میکنیم و کارم گذاشتم و هیچ مشکلی نداشت. خب حالا میرسیم به نورپردازی داخل شلف ها. 4 تا چراغ بلوکی من آوردم و اینجوری سیما رو هم وصل کردم، مثبت ها به مثبت، منفی هم به منفی. 4 تا رو هم وصل کردم و جلوتر میریم که روی خود شلف ها وصل کنیم. خب سرسیما رو هم لیم کاری میکنم و چسب برق میزنم.
حتما ویدیو رو لایک کن که حمایت بزرگی از من میکنی. دمت گرم. و این LED بلوکی 12 ولت هست، حتما از آداپتور 12 ولت استفاده کنید. سیم کشی های کارم حتما مرتب انجام بدید که معلوم نشه. خب بعد اینکه LED رو چسبوندیم، 2 تا سیم هم از مثبت منفیش میکشیم و میاریم پایین. قشنگ از لبه ها میچسبیم که سیم کشیش معلوم نشه. و از این سیم کنار تابلو من برقش رو میکشم که تابلو نئونی اون کناری با این شلف ها با هم دیگه روشن بشه. قشنگ سیما رو هم به دیوار مرتب چسب میزنم که کار تمیز در بیاد. خب حالا وسایل دکوریش هم چیدم و نورش هم روشن کردم و این شد نتیجه کار. لایک و سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه. نظراتتون هم کامنت کنید. فعلا خدا نگهدار.